بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. ابا صالح دلم سامان ندارد مگر هجران تو پایان ندارد. ابا صالح چه خوش زیبنده باشد که خورشید رخت تابنده باشد. ابا صالح چه خوش فرخنده باشد که تو لعل لبت پرخنده باشد. ابا صالح بیا دردم دوا کن، مرا با دیدنت حاجت روا کن. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. سلام خدا به همه منتظران و دوستداران و شیعیان و پیروانشون. سلام خدا به همه اهالی ارجمند. یاد خدا وقتتون بخیر. تبریک ایام و افتخار بابت حضور سرور ارجمندم سید ارجمند استاد سید محمد حسین عظیمی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم و ایام رو بهشون تبریک میگم. خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید. مبارک باشه بر شما و خانواده محترمتون. انشاءالله همه ما از نگاه خوشحال حضرت زهرا سلام الله علیها به جهت موالید این ماه مبارک و همینطور نگاه لطف صاحب سفرمون، کسی که به یمنش روزی میخوریم، به یمن امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، تحولی در حال ما صورت بگیره. محضر استاد عظیمی قواعد قرآنی رو داریم میآموزیم. قاعده تجارت و خسران رو به ما گفتن در چند جلسه اخیر و الان قرار هست که یک خلاصه از قبل رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. برمیگردیم محضرشون کلاس درس رو در این ایام ما دریغ نمی کنید. کلی به ما انرژی میده، کلی ما رو خوشحال میکنه که میبینیم شما در برنامه خودتون سهیم هستید و نکات و لطفتون رو به ما ارسال میفرمایید. آقا محضر حضرت عالی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. بحثمون پیرامون این قضیه بود که دنیا تجارت کرده است، انسان تاجر است و اصل اولی در این تجارت آن است که انسان خسارت می‌بیند. ما انسان رو تشبیه کردیم به پرنده‌ای که به او بال پرواز داده‌اند، بناست بپرد، اما اگر در آسمان بال نزند می‌افتد. حالا چه این پرنده طبیعی باشد، چه پرنده مصنوعی مثل هواپیما یا هلیکوپتر باشد. ببینید اون کسی که این هلیکوپتر رو ساخته، این هواپیما رو ساخته یا این مرغ را آفریده است، جوری آفریده است که بتواند پرواز کند اگر بال بزند. اگر بال نزند یا اگر اون موتور روشن نباشد و اون انرژی آزاد نشود، این پرنده حتما قطعا می افتد. قرآن هم همین رو میفرماد این انسان خلق شد که تجارت کند و این عالم شد تجارت کرده مغازه و دکانی که انسان بتواند در اون مغازه تجارت کند. تجارت برای سود است، اما اگر این انسان کاری نکند، حرکت مثبتی از او صادر نشود، اصل آن است که سود که نمی کند هیچ، بلکه ضرر می بیند. هدف ما این است که این مطلب رو که قرآن فرمود ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات بیشتر توضیح بدیم. ناچار شدیم یک مقدماتی رو بیان کنیم. 16 نکته رو در جلسات قبل بیان کردیم که از این 16 نکته حدود 6 نکته رو بیان کردیم. بیشتر در جلسه قبل به این نکته پرداختیم که اولا همه انسان ها کاسبن، ثانیاً
در تمام زندگی کسب جریان دارد و ثالثا این کسب به هیچ وجه تعطیلی ندارد. من برای اینکه مطلب جلسه قبل رو تکمیل بکنم تا به مطالب جدید بپردازیم به این نکته اشاره میکنم. ببینید قرآن می‌فرماد که روز جزا که می شود، روز حساب و کتاب که می شود، تمام اعمالی که از انسان سر زده است محاسبه می شود. یعنی حتی اگر شما یک جرعه آبی نوشیده اید، فردا باید پاسخ بدید که این آب از کجا آمد، حلال بود، حرام بود، به صحیح نوشیدید، به غلط نوشیدید، اسراف کردید، اسراف نکردید، ازش استفاده کرد، چه استفاده ازش کردید، این انرژی که مصرف کردید بعد صرف چی شد. یعنی قرآن فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل اتفاق میفته که آره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حالا انشالله یک قاعده رو ما در قرآن مطرح خواهیم کرد به نام قاعده استنساخ. یا خدا، یعنی هر اتفاقی که در زندگی شما میفته و به اختیار شما اون اتفاق میفته، بابتش باید پاسخ. هر عملی که از شما سر میزنه یه نسخه ای از اون عمل برداشته میشه، استنساخ میشه، نوشته میشه، ثبت میشه، مکتوب میشه، دیگه کاریش نمیشه کرد. اضافه من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و حساب و کتاب روز قیامت بر حساب تمام اعمالی است که شما در دنیا انجام دادید. این مسلمه، درست؟ بعد حالا این آیه رو ببینید، آیه 17 سوره غافر میفرماد که الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. انسان در اون روز جزا داده می شود در مقابل هر آنچه که کسب کرده است. این دو تا مطلب رو بگذارید کنار هم، نتیجه رو خودتون بگید. تجزا به مکسبت. ببینید دو تا مطلب گفت. مطلب اول این است که محاسبه، حساب و کتاب، جزا و مجازات، پاداش در قیامت به حساب تمام اعمالی است که از انسان صادر شده است. یعنی جعبه اعمال انسان رو میارن، همه اعمال رو، صندوقچه اعمال رو میارن و بر حساب اعمال انسان رو پاداش میدن. دو مطلب شما رو که این کنار یک. هم میذاریم یعنی همه اعمال کسبته. احسن، آفرین. چون تجزاها که مطلب یکیه. دوم این بود که تجزا کل نفس بما کسبت. یه جا میگه تجزا کل نفس بما عملت، یه جا میگه تجزا کل نفس بما کسبت. یعنی تمام اعمال شما در حقیقت یک کسبه. مثلا ما ادعا کردیم که انسان تاجره، همه انسان ها تاجره. آیاتی رو در این زمینه جلسه قبل خوندیم. حالا داریم این نکته رو میگیم که این تجارت در همه اعمال انسانه، حتی نوشیدن یک جرعه آب تجارت محقق میشه. اینو داشته باشید تا توضیح بدم. من خیلی مقدمه چینی میکنم تا مطلب اصلی رو روز آخر بگم. تجارت یعنی شما یک چیزی میدید و در مقابلش یک چیزی میگیرید. ببینید آقای ریرفی، دنیا برای انسان مجانی نیست. تا یک چیزی ندهد یک چیزی نمیگیرد، حالا چه مثبت چه منفی فرقی نمیکنه. هر کس الان شما در دنیا میبینید، چه انسان خوب چه انسان بد، چه صالح چه طالح، در حال داد و ستد است. شما دارید تو خیابون رد میشید، به یک منظره ای نگاه میکنید، دارید یک انرژی رو مصرف میکنید و در مقابل این انرژی که مصرف میکنید یعنی یک صادرات دارید و در مقابل این صادرات یک واردات دارید. اینو بهش میگن داد و ستد. چاره ای از این کار ندارید، ناچار به این کارید، مجبور به این کارید. این دست خودتون نیست، هیچ کارش نمیتونید بکنید. یعنی کسی نمیتونه پیدا بشه بگه
من نمیخوام داد و ستد بکنم، اگه چیزی هست بهم بدید، ولی من چیزی در مقابلش نمیدم، من فقط مجانی میگیرم، چیزی نداریم. امکان نداره همچین چیزی. تو عرف داریم ها. ببینید شما تو عرف ممکنه خانه کسی برید برای او هدیه ببرید و هیچ چشم داشتی هم از او نداشته باشید، مجانی بهش چیزی میدید، صدقه میدید، مجانی میدید. ولی در منطق قرآن چنین چیزی اصلا امکان نداره. میگه انسان‌ها کاسبند، در تمام امور زندگیشون کاسبند، هر کاری که دارن میکنن دارن داد و ستد میکنن، یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن. لذا این سوال خیلی سوال مهمیه که چی میدیم و چی میگیریم. سوال خوبی هست یا نه؟ خیلی عالی. یعنی اگه من روز اول این سوال میکردم اینجوری نمیچسبید که الان این سوال رو داریم مطرح میکنیم. خب اگر ما مجبور به داد و ستد هستیم و این داد و ستد در تمام امور زندگی ما جریان داره، در هر عملی که از ما سر بزنه جریان داره، واقعا ما باید از قرآن سوال بکنیم که خدایا برای ما توضیح بده، ما موقعی که کارهایی رو انجام داریم در حقیقت داریم چی از دست میدیم. یا اینکه فرمود ان الانسان لفی خسر. خسر یعنی چی دقیقاً؟ ما از چه جهتی داریم خسارت میبینیم؟ چی از ما داره کم میشه؟ بسیاری از مفسرین به این آیه که رسیدن گفتن که ان الانسان لفی خسر یعنی چه؟ یعنی انسان یه عمری داره، این عمر داره تموم میشه. یه فرصتی داره، این فرصت داره تموم میشه. میگن زندگی انسان سربالایی و سراشیبی نداره. از همون اول سراشیبی یعنی شما اگر مثلا 50 سال عمر کنید، 60 سال، 70 سال، 80 سال، همون اول که به دنیا آمدید یه ثانیه‌اش کم شد. اینطور نیست که مدتی برید سربالایی بعد سراشیبی داشته، همچین چیزی اصلا اتفاق نمیفته. لذا میگن ان الانسان لفی خسر. من میخوام یه چیز دیگه بگم، حالا فعلا ادعا میکنم بعد کم کم روش صحبت میکنیم. من معتقدم اگر فرض بکنید که اصلا انسان عمر محدود نداشت، عمر انسان نامحدود بود، یعنی میگفتن تا اینجا هست باید باشی اینجا، دیگه قرار نیست جای دیگه برید. آخه روز اول که انسان هبوط کرد از بهشت و رانده شد به زمین، خداوند فرمود لکم مستقر و متاع، در زمین شما استقرار بگیرید و امتعی برای شما در زمین قرار دادیم الهین، یعنی برای ماندن بشر در زمین عمر تعیین کرد. الهین، حالا یکی عمر طولانی دارد، یکی عمر کوتاه دارد. حالا اگر فرض بکنید خداوند فرمود لکم فی الارض مستقر ابدا، شما همیشه بناست در زمین بمانید، بازم ما میگفتیم ان الانسان لفی خسر. من معتقدم این ان الانسان لفی خسر اصلا ربطی به عمر نداره، یا اینطوری بهتر بگم خیلی بیشتر از این هست معناش. درسته یکی از جهات خسران انسان اینه که عمر انسان داره کم میشه، ولی جهات دیگری هم وجود داره. لذا ببینید ما اگر بخوایم برسیم به جواب این سوال که واقعا ان الانسان لفی خسر که قرآن فرموده و خیلی آیه مهمی هست، قسم بزنیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، باید بریم سراغ داد و ستد، ببینیم انسان دقیقاً چی میده و چی میگیره تا بعد بفهمیم خسران دقیقاً چیه. لذا اجازه بدید بریم سراغ این بحث که انسان در این تجارت چه چیزی از دست میدهد داد و چه چیزی به دست میآورد ستد. خیلی ممنون، خیلی متشکر. یک سوره عصر بخونیم هدیه کنیم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و روی این موضوع یه قدری چند ثانیه ای که داره این سوره تلاوت میشه و خواسته رو آیه دومش بیشتر تمرکز کنیم، برگردیم مباحث استاد میتونه خیلی به فهم این آیه کمک کنه. یکی نکاتش رو بگیم، باید حدود 100 جلسه فقط فی رامون تجارت صحبت بکنیم تا برسیم به خسران. لذا ما یک کلی قضیه رو، بعضی از آیات رو خدمت دوستان اشاره میکنیم تا خودشون بدونن موقعی که قرآن مطالعه میکنن رو چه مطالبی باید بیشتر دقت بکنن. اول میریم سراغ این که انسان موقعی که داد و ستد میکند در حقیقت چه چیزی را میستاند.
چه چیزی را میخرد، چه چیزی را کسب میکند. 1 گناه، 2 خطیئه، 3 سیئه، 4 ضلالت و گمراهی، 5 بهاء ناچیز ثمنا قلیلا، 6 حیات دنیا، 7 عذاب، 8 مرضات الهی، 9 کفر، 10 لهو الحدیث، سخنان لهو. این چیزهایی که انسان میخرد، به دست میاد. من یک مقداری از اون چیزهایی که قرآن بیان کرده. اما چه چیزی را میفروشد؟ این خیلی مهمه. داد انسان چیه؟ بالاخره داد و ستده. من یک نگاه اجمالی کردم، این 9 چیز رو خدمت رو عرض میکنم. 1 جان میفروشد، خودش را میفروشد. یعنی یکی از کارهایی که انسان میکند خود فروشیه، البته به اون معنایی که قرآن میگه که حالا اشاره خواهیم کرد. 2 هدایت، 3 آیات الهی، کتاب خدا، 4 دین فروشی. قرآن میگه اصلا یه عده اصلا کارشون دین فروشی، حالا به چه معنا میگیم، آیاتشو میخونیم. 5 آخرت، 6 حق فروشی، حق میفروشن، حق رو کتمان میکنن، در مقابلش پول میگیرن. 7 مغفرت فروشی، 8 قسم و عهد فروشی، 9 ایمان فروشی. آیات رو ببینید. در سوره نساء آیه 111 و همچنین سوره انعام آیه 120 و باز سوره نساء آیه 112، این سه آیه رو دقت بفرمایید. در 111 نساء فرمود من یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه، کسی که گناهی را کسب میکند. در 112 فرمود من یکسب خطیئتا او اسما، کسی که خطا را کسب میکند یا گناه. حالا فرق خطیئه با اسم چیه بماند. در سوره انعام 120 میفرماد ظاهر الاسم و باطنه، گناهان آشکار و پنهان رو رها کنید. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، کسانی که گناه را کسب میکنند به زودی در برابر آنچه که به دست آورده اند مجازات خواهند شد. در سوره یونس آیه 27 میفرماد والذین کسبوا السیئات، کسانی که سیئه کسب میکنند. من فهرستوار میخونم تا بعد بیشتر درش توضیح بدم. در سوره بقره آیه 16 میفرماد اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدی. این هم اون چیزی، این آیه فرقش با آیات قبل اینه که در آیات قبل فقط گفت چی کسب میکنن، اینجا داره کل داد و ستد. آره کل داد و ستد میگه. فرمود کسانی که هدایت را به گمراهی فروختند. اشتروا الضلاله با تقدیم هدایت، با تقدیم بالهدی، یعنی پولی که دادن برای اینکه گمراهی رو به دست بیاورند هدایت بود. هدایت دادند، ضلالت خریدند. بعدم میفرماد عجب تجارت پر ضرری فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. سوره بقره آیه 41 فرماد آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بهی. اینجا رو دقت بفرمایید. ولا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا، و نخرید به وسیله آیات من بهای اندکی را. یعنی بعضی از انسان ها بودند که کتاب خدا را میدادند، قرآن را میدادند برای اینکه در مقابلش یک بهای اندکی بگیرند. لا تشترو به آیاتی، آیات اینجا یعنی قرآن، لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. سوره بقره آیه 79 میفرماد فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. این دین فروشیه،
یعنی یه عده‌ای بودن دین جعل میکردن، بعد دین رو میفروختن. ما دو نوع دین فروشی داریم. ببینید یکی هست که مسلمانیش را میدهد برای اینکه پولی به دست بیاورد، این میشه لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، این میشه دین حق رو به فروختن. گاهی موقع یه کسی میاد دین باطل درست میکنه، عقیده باطل درست میکنه و بعد عقیده باطل رو میفروشه. نه اینکه عقیده حق رو میفروشه، عقیده باطل. میگه فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر آنها که نوشته ای را با دست خود می نوشتند. یعنی اصل مطلب انحرافی است، جعلی است. ثم یقولون هذا من عند الله، سپس میگویند این از طرف خداست. چرا؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا اینکه در مقابل دینی که میفروشند چیز کمی به دست، هر چه به دست بیاورن ثمنا قلیلا، اگه همه دنیا رو هم بهشون بدن باز در منطق قرآن اینا ضرر کردن. ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. اینا دیگه فویلانن، چون دیگه دین جعلی فروخت. اونا که هدایت فروختن. 3 بار تو این آیه ویلون بود، 3 بار کلمه ویلون در این آیه تکرار شد. میکنید توی مطلب تجارت می‌بینید یک از مطالب خیلی تکراری قرآنه. در سوره بقره آیه 86 اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. اینها کسانی هستند که در این معاوضه آنچه که دادند آخرت بود، آنچه که به دست آوردن حیات دنیا بود. اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره، به دست آوردن. اونا که اشتروا الضلالة بالهدی، اینا اشتروا الحیات دنیا بالآخره، حیات دنیا خریدن، در مقابل چی؟ آخرت ابدی رو فروختن. گفتم ما آخرت نمیخوایم، در مقابلش حیات دنیا رو ما بدیم. این تعبیر رو ببینید در قرآن سوره بقره آیه 90 میفرماد بئس ما اشتروا به انفسهم، آنها در مقابل بهای بدی خود را فروختند. اونجا میگفت کتاب نوشتن فروختند، یکی گفت که آیات خدا رو فروختند، یکی گفت آخرت رو فروختند. اینجا یه چیز دیگه میفروشن. انسان‌هایی هستند که خودشون رو میفروشن. این خودفروشی بحث مفصلیه در قرآن. در سوره بقره باز آیه 102 بحث سحر و جادو رو که مطرح میکنه، بعد میگه ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. اینا میدونن هر کس که چنین چیزی را خرید در آخرت نصیبی نخواهد داشت، بهره ای نخواهد داشت. و بعد آخرش میفرماد ولبئس ما شروا به انفسهم، چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند. یعنی خود فروشی. نمیدونم وقت داریم تا ما یک بعضی از چیزهایی که انسان به دست می آورد و بعضی از چیزهایی که از دست میده، این داد و ستد رو، دادش رو و ستدش رو بعضیش گفتیم انشالله بعضیش هم میماند برای جلسه آینده انشالله. با افتخار. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از مطالب گسترده و مفید و استنادات فوق‌العاده‌تون برای جا انداختن مطلب. همش آیات قرآن کریم هست. با افتخار و خدا رو شکر میکنیم که سر این سفره پربرکت امروز هم روزی خوار بودیم. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر. محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی. آقا خیلی لطف کردیم.